در مجلس نمایندگان تاجیکستان بار اول در تاریخ کشور وکیلان پارلمان یک به یک قسم یاد کرده و گفتند که همیشه در خدمت مردم خواهند بود. شکرجان ظهورов رئیس مجلس نمایندگان نخستین وکیل شد که سوگند خورد. سوگند یاد میکنم که منفعت های ملت و دولت را از همه بالا گذاشته تمام نیرو، دانش و تجربه‌ام را برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشور، تأمین حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند روانه ساخته در تهیه و قبول قانون‌ها صادقانه و پاکوجدانانه اشتراک می نمایم. بدون شکرجان ظهورов و معاونانش همه وکیلان در علیحدگی به منبر برآمده و متن سوگند به خلق را قرائت کردند. وکیلان متن سوگند را قرائت کردند که از پیش آماده شده است و از جمله در آن آمده است که در تهیه و قبول قانون‌ها صادقانه شرکت می‌کنند. سوگند رسمی وکیلان پس از قبول تغییر اصلاحات در قانون اساسی تاجیکستان در ماه می امسال قانونی شد. نه تنها وکیلان بلکه اعضای حکومت هم باید قسم یاد کنند، اما نه به نام مردم بلکه به نام رئیس جمهور. عزیز محمد خال محمدزاده وکیل پارلمان گفت سوگند به نام خلق مسئولیت آنها را بیشتر میکند، ولی افسوس برای شکستن سوگند یگان جزای تعیین نشده است. طوری که کنستیتوسیون و دیگر سنت‌های قانونگذاری معین میکند، برای رعایت نکردن سوگند تنها جوابگری معنوی به وجود میاد، یعنی جوابگری جنایتی و دیگر نمادهای جوابگری پیش بینی کرده نشده است. برای اولین بار است که در تاجیکستان قسم وکیلان پارلمان و اعضای حکومت به نام خلق و پرزیدنت رسمی می شود. در گذشته در سال 2006 تنها سوگند صداقت نیروهای مسلح تاجیکستان به نام رئیس جمهور قانونی شده بود. سوگند یاد کردن در جامعه تاجیکستان یک عملی پر اهمیت است و مردم به حرف آدمی سوگند خورده باور میکنند. اما حالا این سوال مطرح است که آیا با سوگند یاد کردن این وکیلان اعتبار پارلمان که آن را رسانه ها خاموش می نامند بالا می رود یا نه؟